أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدیث از ابو هریره و حذیفه روایت شده. شماری حدیث در کتاب مسلم 856 می باشد که ابو هریره و حذیفه میگویند که رضی الله عنهما پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الاحد. این روز جمعه بهترین روزها می باشد برای جهانیان، اما این روز جمعه را الله برای مسلمانان نصیب گردانده است و یهود و نصرانی ها حریص بودند، اما الله آنها را موفق نگردانده است. بنابراین میگوییم که در روز جمعه الله آدم را خلق کرده است، به بهشت وارد کرده است و روز جمعه قیامت می شود و در روز جمعه به بهشت داخل کرده است و در روز جمعه از بهشت آدم علیه السلام را بیرون کرده است. بنابراین الله در دومی حدیث میگن فجاء الله بنا فهدانا الله لیوم الجمعه فجعل الجمعه والسبت والاحد. ببینید، از روی روز شماری اول جمعه می آید، سبت می آید، یک شنبه می آید. آنها روز جمعه نصیب آنها نگشت که امت مسلمان اگرچند که دیر آمدند، از روی شماره جمعه نصیب آنها نگشت، جمعه از آن مسلمانان گشت. الله موفق گردانید برای مسلمان و کذالک هم تبع لنا یوم القیامه. پیامبر میگویند که و اینجوری در روز قیامت اول حساب کتاب برای امت مسلمانان می شود. پیامبر میگویند و نحن آخرون من اهل الدنیا، اگرچند که ما از اهل دنیا از آخران آمده باشیم، اولون یوم القیامه، در روز قیامت اولین شخصایی که ما حساب میشیم، ما انتظاری نمیکشیم. ببینید جمعه و اینجوری پیامبر صلی الله علیه و سلم یک ضرب المثل حسی زدن که گفتند مثال جمعه که بر نصیب ما گردانید، یک شخص یک کارگر رو میبیارد، میگوید که تو کار بکن تا بیگه، من به تو اجرت رو میدهم. این کارگر میگوید که تو نصف روزی تو نماز ظهر کار میکند، میگوید که من دیگر کار نمیکنم، اجری مزد مرا بده. سپس مزدش رو میگیرد و میرود. سپس این شخص دیگر کارگر رو میبیارد و سپس این شخصی کارگر از نماز ظهر تا نماز عصر کار میکنه و سپس میگوید که من تا بیگه کار نمیکنم، اما بر من مزدم رو بده. سپس او میرود و از نماز عصر یک شخص دیگر رو این کارگر به کار میبیارد که میگوید که اگر تو تا مغرب کار بکنی، مزد دو برابر شخص ها رو میدهم بر تو. مثل که شخصی که تا عبید رو تا نصف روزی کار کرد، از نصف روزی تا عصر کار کرد، بر تو دو برابر مزد میدهم. سپس پیامبر میگویند که مثال امت من به مثال شخصی که از نماز عصر مدتی کوتاه تا مغرب رو کار کرد و دو برابر اجر گرفت. میبینیم که ما در ایمان آوردن همه پیامبر رو تصدیق میکنیم و آنها رو احترام میکنیم و برای ما الله اجر و پاداش بیشتر نصیب گردانده است و در مدت کوتاه کار میکنیم و دو برابر اجر یهود و نصرانی ها رو میگیریم. میبینیم اما یهود ها تا نصف روزی کار کردند و بر دین عیسی ایمان نآوردند و اینچنین نصرانی ها تا عصر کار کردند و به پیامبر ایمان نآوردند. اما مسلمانان در یگان گوشه کنار مسلمانان یگان پیامبرها را تحقیر نمی کنند، اما یهود و نصرانی ها پیامبر ما را تحقیر می کند که برای همین الله بر ما دو برابر اجر را داده است.
اما بعضی یهود و نصرانی ها که در زمان پیامبر ایمان آوردند، با آنها پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شما اجری در دینتان که بودید استوار بودید و سپس اسلام آمد به اسلام گرویدید، به شما 2 برابر اجر داده می شود. اما کسی که سرکشی می کند و عذاب آنها نیز سنگین می باشد. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.